ما انتقام خون شهدای خود را از اسرائیل غاصب، از یهود و نصارا میگیریم. حرام باشد بر ما شیر حلالی که خورده ایم اگر یک روز از خون شهدای خود ساده بگذریم. انتقام خون شهدای خود را به شما ملت، به شما محبان شهید مولانا انصاری موعده میدم، اگر انتقام خون شهدا را از یهود و نصارا نگرفتیم، آن وقت شما بیایید بگویید که حیف این منبر که تو اینجا نشستی، حیف این منبر که تو اینجا نشستی، چون این منبر منبر مبارزین هست، منبر مجاهدین هست.